سلام به شما. خب امروز میخوایم با هم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به یه سوال خیلی اساسی. اینکه آیا واقعاً هدف نهایی زندگی فقط شاد بودنه؟ خیلی همون اینجوری فکر میکنیم نه؟ ولی خب وقتی با مشکلات روزمره سر و کله میزنیم، نمیدونم مثلا کشمکش تو محیط کار، مسائل خانوادگی یا حتی یه حس نارضایتی کلی تو رابطه هامون، اون موقع است که حس میکنیم انگار شکست خوردیم، انگار از اون هدف اصلی یعنی شادی دور شدیم. آره دقیقاً. و یه نکته خیلی جالب که اون منبع ویدیوی اسکول آف وایف بهش اشاره میکنه همینه. میگه ما نه فقط از خود مشکل ناراحتیم خب، بلکه از اینم که چرا من ناراحتم؟ مگه قرار نبود شاد باشم؟ هم احساس بدی پیدا میکنیم. یعنی یه جور رنج دوم، یه لایه اضافه میشه. دقیقاً همینه. یه فشار مضاعف، چون فکر میکنیم شاد نبودن یعنی کلاً مسیر رو اشتباه رفتیم. ولی این منبع میاد یه چیز دیگه میگه شاید این ناراحتی ها، این چالش ها اصلا نشونه شکست نیستن. بله. چی میشه اگه اینجوری بهش نگاه کنیم که این سختی ها اتفاقا نشونه یه زندگی خب جالب باشن، یه زندگی پر از تجربه، پر از یادگیری، نه لزوماً یه زندگی آروم و بی دردسر. مثلا فرض کن یه رابطه‌ای که به سرانجام نرسیده یا یه کسب و کاری که اونقدر سودده نبوده. شاید اینا معنیش اینه که تو خودت رو به چالش کشیدی، شجاعت داشتی، چیز جدید یاد گرفتی. پس یعنی به جای اینکه همش دنبال این باشیم که همه چی آروم و خوب باشه و هیچ آشفتگی نباشه، میتونیم معیارهای دیگه‌ای هم داشته باشیم، مثل همین جالب بودن که گفتید. دقیقاً. این مفهوم زندگی جالب خیلی مهمه تو این بحث. منبع حرفش اینه که شاید همین چالش‌ها و بالا و پایینا هستن که به زندگی عمق میدن، معنا میدن. مثلا وقتی داری تلاش میکنی یه مهارت جدید یاد بگیری، اولش سخته، کلافه میشی. اینا لزوما لحظات شادی خالص نیستن، ولی دارن تو رو رشد میدن، به چالش میکشن. آره، یا مثلا مدیریت یه رابطه پیچیده با اعضای خانواده. ممکنه کلی تنش داشته باشه، ولی چقدر چیزا در مورد خودت و بقیه یاد میگیری. همینطوره. پس از نگاه این منبع، اون کسب و کار کم سود یا اون رابطه نچندان موفق دیگه لزوما شکست نیستن. میتونن نشونه باشن که تو زندگی رو تجربه کردی، با تمام پیچیدگیاش وارد میدان شدی به جای اینکه کنار بایستی. خب این خیلی نگاه رو عوض میکنه. یعنی دیگه اون حس دائم شکست خوردن وقتی همه چی طبق انتظار پیش نمیره کمتر میشه. بله، شاید بهتر باشه به جای اینکه مدام از خودمون بپرسیم آیا من شادم، بپرسیم آیا زندگی من جالبه، آیا دارم رشد میکنم، چیز جدید یاد میگیرم. اینا میتونن معیارهای متفاوتی باشن واسه ارزش‌گذاری زندگی. این تغییر زاویه دید واقعا میتونه رهایی بخش باشه. دیگه لازم نیست هر روز با این فشار بیدار شیم که باید حتما شاد باشیم. میشه پذیرفت که زندگی آشفتگی داره، سختی داره، ولی اینا لزوما از ارزشش کم نمیکنه. دقیقاً. و ویدیو یه سوال تأمل برانگیز دیگه هم میپرسه. میگه اگه آخر عمرت به زندگیت نگاه کنی، کدوم رضایت بخشتره؟ یه زندگی خیلی آروم، بی حادثه، شاید حتی یک نواخت، یا یه زندگی پر از فراز و نشیب با کلی تجربه تلخ و شیرین، شکست و موفقیت، ولی در نهایت یه داستان جالب و پرمعنا. خب معلومه دومی خیلی غنی‌تر به نظر میاد. آره، ویدیو هم همینو میگه. انگار اون رضایت نهایی از دل پذیرش همین پیچیدگی‌ها در میاد. از کل اون تجربه، نه فقط از اون لحظه های شادی مطلق که شاید اصلا خب خیلی هم واقع بینانه نباشه دنبالش بودن. پس شاید واقعا وقتشه که یه بازنگری بکنیم تو تعریفمون از زندگی خوب. شاید به جای اینکه فقط قله‌های شادی رو ببینیم، کل مسیر رو با همه پستی و بلندی‌هاش ارزشمند بدونیم. هر تجربه‌ای، حتی اون سختاش، یه چیزی به ما اضافه میکنه. زندگی رو جالب‌تر میکنه. و اینم یه فکر نهایی برای شما. به جای اینکه تمام تمرکزتون روی رسیدن به یه شادی بی‌وقفه باشه، چطورید اگه به جالب بودن زندگی هم فکر کنید؟ به عمق تجربه هاتون، به رشدی که از دل چالش ها بیرون میاد. آیا ممکنه یه زندگی جالب با همه سختی‌هاش به اندازه یه زندگی شاد یا حتی بیشتر ارزشمند و رضایت بخش باشه؟
یه سوالیه که میشه بهش فکر کرد.